وقتی تکنیک بلدین، تکنیک صدا و تکنیک کار با متن بلدی، لازم نیست که رگای گردن بیاد بیرون، صورت سرخ بشه که بگه که به به ببین یکی داره چقدر خوب بازی میکنه. صدا باید مثل همچین با متن باید به جایی برسی که سیال باشه، خودجوش باشه، مثل رودخونه روون بغلطه و جلو بره و جلو بره و جلو بره و موزیک متن رو در بیاری. ما آدمایی هستیم، انسان با موسیقی دنیا اومده، انسان با موسیقی آشناست. بچه در شکم مادر صدای مادر شنیده، میگم زبان مادری از شکم شروع میشه، جنین شکم، موسیقی مادر رو وقتی آواز خونده شنیده. بنابراین انسان که به دنیا میاد یک موجود موسیقیاییه. انسان یک موجود موسیقیاییه، اصلا طبیعت موسیقی. حیوانات میخونن، توسط موسیقی با هم ارتباط دارن. صدای متن که در اومد، شروع میکنم متن آروم خوندن. دیگه نمیگم من به خانه رفتم، من به خانه رفتم. باید آروم باشه، روون باشه.